ما و شما باید قضا را بفهمیم. دو قسم قضا هست، یکی قضای تکوینی هست، یعنی قضا به معنای امر الله هست، فیصله الهی هست. این دو قسم است، یکی تکوینی هست و یکی تشریعی. تکوینی چی را میگه؟ تکوینی قضای را میگه، فیصله الله را میگه که در او انسان نه صلاحیت داره نه مسئولیت داره. الله فیصله کرده، از اختیار انسان برآمدگی هست، نه صلاحیت داری و نه هم مسئولیت داری. کدام امور مربوط قضای تکوینی میشه که در اون ما صلاحیت هم نداریم مسئولیت هم نداریم؟ نه ما را صلاحیت داریم نه اختیار داریم رو تغییر بدیم، نه هم در روز قیامت درباره از ما سوال میشه. اردوش نداریم. کدام یکی است؟ اول ساختمان طبیعت است. در ساختمان زمین ما نه صلاحیت داریم نه زمین ساختمانش تغییر داده میتونیم. صحیح نه؟ اینمی زمین است، اینمی کوه ها هست، اینمی آفتاب است، مهتاب است، کهکشان ها هست. ما و شما نمیتونیم اینو تغییر بدیم، صلاحیت نداریم، مسئولیت هم نداریم که چرا آفتاب 6 بجه طلوع کرد یا 7 بجه طلوع کرد. این مسئولیت من نیست، این مربوط به الله میشه، کار الله است. پس این قضای تکوینی است. دو، فقضاهن سبع سماوات. الله میگه حکم کرده که 7 آسمان باشه. ما نمیتونیم اون نه 6 بسازیم نه 7 8 بسازیم، ما نمیتونیم و مسئولیت هم نداریم که بر ما بگه چرا آسمان ها 7 تا بود. الله صاحبی مربوط به ما نیست، نه صلاحیت داریم نه مسئولیت. دوم، حوادث طبیعی هست. دیگه حوادث طبیعی مثلا سیلاب ها میشه و آفات طبیعی است و زلزله ها و طرح هست. ما و شما در این صلاحیت داریم نه مسئولیت داریم، اما عمق مسئولیت داریم که بعضی اوقات بعضی از عذاب ها توسط گناه های انسان میشه. اینجا ما مسئولیت گناه را داریم، اما یکی حادثات میشه ما نمیتونیم که را تغییر بدیم و یا کاری بکنیم و مسئولیت هم نداریم. ساختمان خود انسان است. یک نفر رو ببینی سیاه پوست است، یک نفر رو ببینی زرد پوست است، یک نفر رو ببینی سرخ پوست است. آل این ساختمان جلد خدا و پوست خدا و قواره خدا که نمی قسم الله ما را خلق کرده. آل تو که سر بینی کج ما خنده میکنی، تو سر ما خنده نمیکنی، سر کس خنده نکنین، به خاطر از اینکه وقتی سر یک رسم خنده کردی در حقیقت سر چی خنده میکنی؟ سر رسام، سر قواره کس که رشخند میزنی، تو سر قضای الهی رشخند زنی. بسیار خطرناک است. پس انسان باید هر کس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان اگه بینیش کج باشه، اگه کلش کٹا باشه، اگه کلش خرد باشه، اگه قواریش هر قسم باشه، از حیوانات که خوب است، احسن تقویم است. با 2 پای روان است، دم نداره، متوجه هستی؟ بینیش از پاره نیست تو دراز. انسان احسن تقویم است. پس در ساختمان رنگ و پوست دیگه پا آل که میخیزی که نه ولی سفید پوست است یا پوست که برتریت داره، ای بس اسلام نیست. چرا؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ارتباط با کدام قوم و طایفه و کشور است، ای به دست ما نیست، ای به قضای الهی هست. اگه به اختیار ما می بود، اگه مرا الله میگفت که به اختیار ما می بود که کجا برات اختیار کنم، من گفتم مرد افغانستان هیچ تیر مرد افغانستان، مرد مکه مکرمه پیدا قرار در پالی خانه کعبه خانیم باشه، در پالی خانه کعبه هم خانید باشم، در منزل 150 زندگی میکنی، در لفت می نماز میخوانی لکس. اینجا در افغانستان خون عبادت ها هم صحیح کرده نمیتونی. اگر توحید بگویی وهابیستی، اگر حدیث بخوانی 5 پیریستی، اگر بروتای تا کم کنی وی تبلیغی شدی. اگر از خلافت اسلامی که بزنه میگه وی تحریری شدی. اگر سرت کل کنی هم در غم هستی، اگر بانیم هم در غم هستی. هیچ قسم جایز است برای حتی قرآن در زدن نمیتونی، در بین مسلمان ها تو درس قرآن دادن نمیتونی، عقیده را برای مؤمنین گفتن نمیتونی. برای مؤمنی که خودش میگه لا اله الا محمد رسول الله، وحدانیت الله را ذکر کنی که جنگ میکنه. حیران، سبحان الله، چه قسم مرد است. اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. الله اینا را هدایت کنه. اصلی سه میگه. پس ای که مرا الله در یک خانه پیدا کرده، یا زبان ما که مثلا دری هست یا پشتو هست یا ازبکی هست یا هر چیز هست، تو که میگی زبان ما بهتر است، جنگ تو کت الله هست. تو که زبان مرا بد بگی، زبان خدا خوب میگی،
آه زبان ما خودم اختیار کردیم یا الله برام اختیار کرد؟ خاک بیادر تو میبینم در خانه آتی تو پیدا میشدم، زبان ما تو یک چیز میبینم. خوب است که بیادرم نیستی، اگر ما به طور قوم پرست میبینم. پس وقتی که به خاطر زبان که ما جنگ میکنی، جنگت که من نیست که کی است؟ از خاطر جنگ قوم پرستا و زبان پرستا و منطقه پرستا که کی است؟ الله است. چرا این قضای تکوینی کی است؟ الله است. دیگه اختیارای کتابای آسمانی است و پیغمبرها هست. ما نه صلاحیت داریم نه مسئولیت. برای ما که قرآن به عربی آمده، الله نازل کرده، ما قبولش داریم. متوجه هستیم؟ این کار الله است. پس مربوط میشه به قضای تکوینی. ده یا حکمش چی است؟ حکم قضای تکوینی نه صلاحیت نه مسئولیت. فهمید یعنی؟ و این بالای ما اجباری تطبیق میشه. این قضا چی است؟ اجباری است. ده ما اختیار نداریم. فهمید یعنی؟ قضای تکوینی که است